سلام بچه، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. من فرهانم و امیدوارم هر جا که هستید عالی باشید. ما تو این کانال یه سری اهداف داشتیم که یه سریاش آموزش برنامه‌نویسی و اینا بود، اونا به کنار. ما از این به بعد چون یه چالش 30 روزه رو شروع کردیم، سعی میکنیم تو 30 روز 30 تا ویدیو آپلود کنیم. به خاطر اون تصمیم بر اینه که چون آموزش امکان داره کمتر از 8 دقیقه این مسائل بشه، تصمیم بر اینه که یه مقدارم اخبار روز کنارش داشته باشیم. پس ممنون میشم که لایک کنید، ساب کنید، فالو کنید و حمایت کنید از این محتوا و از این جور محتواها که دیده شه. تو این قسمت قراره که در مورد هدینگ ها توی HTML صحبت کنیم. هدینگ ها همون عناوین یا سرتیترها توی دنیای واقعی هستن، ولی توی HTML با یه سری نشانه ها، با یه سری الیمنت ها به یه طریق دیگه و با یه مفاهیم دیگه و یه سری کاربردهای دیگه علاوه بر اون کاربردهایی که تو دنیای واقعی داره استفاده میشن. هدینگ ها رو ما توی HTML با همون حرف H نشون میدیم، اما قبل اینکه حالا بریم توی VS کد رو ببینیم چجوری استفاده میشه، میخوام یه چند تا نکته بهتون بگم. هدینگا از H1 تا H6 هن. تگ H1 مهمترین از لحاظ موضوعی و تگ H6 کم اهمیت ترین موضوع رو باید داشته باشه. یعنی اینکه درسته که همشون سرتیترن، اما مهمترین تیتری که میخواین وبسایتتون با اون عنوان شناخته بشه، اون وب پیج، اینه که شما بیاید H1 رو اون موضوع مهمه قرار بدید و از H1 تا H6 متناسب با و از H1 تا H6 هرچی اهمیت موضوع کمتر میشه تیترا رو با اون عناوین بگید. یعنی H1 خیلی مهم، H2 یکم اهمیتش کمتر، همینطوری تا H6. حالا چجوری میشه اینا رو استفاده کرد؟ ما توی HTML اگه VS کد بر اساس آموزش‌های خود ما، همین چیزایی که توی کانال میذاریم دارید میاید H1 رو اگه VS کد رو نصب کرده باشید و اون چند تا اکستنشنی که گفتم رو نصب کرده باشید، یه دونه H بزنید، خودش اینجا یه چند تا چیز رو پیشنهاد میده. از H1 شروع میکنیم مینویسیم هدینگ. میخوام بهتون یه چیزی تو این بگم، هدینگ 1. بعدش اینو کپی میکنیم و اینو 6 تا ازش کپی میسازیم. چند تا شد؟ 3 تا 5 تا و اینم 6 تا. میایم اینا رو عوض میکنیم. همین این که اینو کنید 2، اونورش هم میشه 2. اینو کنید 3، اینم میشه 3. اینو کنید 4، اینم میشه 4 و همینطور 5 و 6. و اگه داخلش هم اینا رو بخوایم حالا بنویسیم که تفاوتش رو احساس کنیم، میتونیم اینجوری بنویسیم 4، همینطوری 3 و 2 و همونم 1. و اینا اگه کنترل اس بزنیم و سیو کنیم، همونطور که بهتون گفتم، علاوه بر این که باید در لحاظ معنایی رعایت کنید که H1 مهمترین و H6 کم اهمیت ترینه، H1 کم بزرگترینه از لحاظ اندازه و H6 هم کوچکترین هدینگی که ما میتونیم تو وب پیجمون داشته باشیم. خود مرورگر وقتی که ما از این تگ H1 استفاده میکنیم، میاد خودش یه سری فواصلی بین این نوشته های ما قرار میده که به اون فواصل میگه مارجین. حالا بعداً تو قسمت CSS بیشتر اینو وا میکنیم که چجوری استفاده میشه این مسائل. میاد اینو اعمال میکنه و موتورهای جستجوگر گوگل میان از هدینگا به عنوان ابزاری برای اینکه بخوان متوجه بشن که این وب پیجی که شما دارید موضوعش چی و ساختارش چیه، میان از به کمک این هدینگا میان این مسائل متوجه میشن. و اینکه از هدینگا فقط به عنوان سرتیتر استفاده کنید و نیاید برای اینکه مثلا میخواید یه دونه متنی رو بولد کنید یا بزرگتر بنویسید از هدینگ استفاده کنید. هدینگ تنها کاربردش گفتم برای مشخص کردن سرتیتر وبسایتتونه. غیر از اون کمک میکنه که به غیر از اون نباید استفاده دیگه ای از این داشته باشید. پس نیاید به خاطر اینکه H1 بزرگه و H6 کوچیکه توی مثلا نوشتن متناتون و این مسائل استفاده کنید. خب این قسمت آموزش برنامه نویسی بود. حالا بریم 2 تا خبر مهم که خیلی ترند شده و به قولی برای جامعه برنامه نویسی هم خوبه، برای
دوستایی هم که حالا تو این سیستم نیستن و میخوان وارد شن و کلا یه چه عمومیه، یه چند تا سوال عمومی، یه چند تا خبر عمومیه. آقای استیو لانگاسک که یکی از مدیر پروژه های توزیع های مختلف اوبونتو، چندین سال تو اوبونتو کار کرده و یه چند تا تمپلیت و قالبی به اسم ورلون که میاد چجوری میگم توپولوژی این او اس اوبونتو رو شکل میده و به قول گفتنی حامیای نرم افزار آزاد و اینا بود، اون یعنی چندی پیش فوت کرد. خبر اونه و شعاری هم که داشت میگفت من همانی هستم که هستم به خاطر اینکه همه ما هستیم و خیلی به صورت مستقیم به کاربران اوبونتو و به صورت غیر مستقیم به کاربران دبیان مشارکت رو برای بهبود این سیستم عامل داشت با این جملهش میرسوند و میگفت که باید این کار انجام بدیم و اینکه خیلی ظاهرا برای این سیستم نرم افزار آزاد و اوبونتو اینا خیلی زحمت کشیده بود، خدا رحمتش کنه. و خبر دیگه ای هم که هست، تسلا قراره که یه دونه موبایلی با دوربین 350 مگاپیکسلی و شارژر 220 واتی بده بیرون. اسم اون شرکتی که زیر مجموعه تسلا و میخواد بده تسلا پی آیفونه که از اوایل سال 2025 اول تو بازار هند میاد بیرون و قراره که یه رقیب سرسختی برای آیفون و سامسونگ و شیائومی مسائل بشه که یکی از قابلیت‌های خفنی که داره قابلیت اتصال ماهواره‌ایه که خیلی بی‌نیازش میکنه از داشتن سیم کارت و محدودیت‌هایی که داره و یه صفحه نمایش 6.82 اینچی داره با یه دونه ناچ بالاش برای دوربین، 190 هرتز، یه رزولوشن 3120 در 1080 داره و عرضم به خدمت شما از یه دونه، من فکر نمی‌کنم چیپستش دایمنسیتی 9200 باشه برای یه بازار، برای همه بازارها. احتمالاً کوالکام و اینا میاد سری های 8 و این مسائلش احتمالاً بیاد قاطیشه با این سیستم. 100% اندرویده و یه یو آی منحصر به فردی خواهد داشت و گفتم یه دوربین 350 مگاپیکسلی میخواد داشته باشه که معیارهای جدیدی رو برای عکاسی بیاره و یه لنز اولترا واید 50 مگاپیکسلی، یه دوربین تلفوتو 50 مگاپیکسلی، دوربین جلوش 50 مگاپیکسل، کیفیت HD سلفی میگیره و وضوح تماس تلفن رو تضمین میکنه همین دیگه و زوم 20 برابری داره. خیلی جالبه، امیدوارم زودتر بیاد ما بتونیم استفاده کنیم. بعد توی رم مثلا 12 و 16 و حافظه 512 و 256 اینا میخواد بیاد و یه عالمه چیز جدید قراره با خودش بیاره، پس منتظر بشیم تا اون بیاد. آقا خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو نگاه کردید، امیدوارم خوشتون اومده باشه. با لایک و کامنت و سابسکرایب و همه این مسائل از ما حمایت میکنید و یه ویدیوی دیگه بدرود.